25 ایول سال 2022 تخمین ساعت 18:20 دقیقه راننده автомاشین تمغه گاز 66 حسن شراف‌الدین سال تولدش 1991 ساکن نویه نورآباد هنگام حرکت در حدود دهه استان امین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده автомاشین را به جری چقوریش 150 متر چپ نموده است. در نتیجه مسافر داخل автомاشین زیای فیضلی سال تولدش 1999 ساکن نویه مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خود راننده اسناف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه باباجان غفورов با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 24 ایول سال 2022 تخمین ساعت 23:15 دقیقه شخص نامعلوم با راه پنهانی از مغازه خوراکواریش واقع در جماعت دیهات خالمت و نویه مذکور 15,000 سامانی دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.